ستایی قسم خورده بودیم که این راز رو هیچ جا نگیم، ولی من الان میخوام بگم. بعد از یک کلاس طولانی و رومخ با فاطمه و مهسا بالاخره اومدیم بیرون و یه نفس راحت کشیدیم. مهسا به من و فاطمه نگاه کرد و گفت وای چقدر امروز روی مخ بود. اصلا هر روز روی مخه. دلم یه تفریح میخواد. یه اتفاق خوب. من و فاطمه با هم سرمون رو تکون دادیم و حرفشو تایید کردیم. اونم انگار خوشحال شده بود از اینکه با هم دیگه هم نظریم. گفت به نظرتون هفته دیگه که فرجه امتحانا شروع میشه بریم شمال؟ و بعد با ذوق منتظر جواب ما موند. منم یکم فکر کردم و دیدم خیلی فکر خوبیه. برای اینکه یکم حال و هوامون عوض میشه. به خاطر همین گفتم به نظر من که خیلی ایده خوبیه. نظر تو چیه فاطمه؟ اونم سری تکون داد و با لبخند گفت وقتی شما دوتا موافقین من چرا مخالفت کنم آخه؟ با هم ستایی زدیم زیر خنده و به سمت در خروجی دانشگاه راه افتادیم. از دانشگاه بیرون اومدیم و داشتیم پیاده به سمت جایی که فاطمه ماشینشو پارک کرده بود میرفتیم که یه ماشین 3 پسر توش بودن و از کنارمون رد شدن و تیکه انداختن بهمون و به خوب بودن هیکلمون اشاره کردن. ما هم بی تفاوت نسبت بهشون رد شدیم و اهمیتی ندادیم. اونام که دیدن مهم نیست برامون خودشون رفتن پی کارشون. دیدیم که یک کم جلوتر رفتن و 2 دختر دیگه که ظاهر داغونی داشتن بهشون پا دادن و سوار ماشینشون شدن و رفتن. ما هم که کنار هم داشتیم راه میرفتیم با دیدن این صحنه زدیم زیر خنده و مهسا صداشو بلند کرد و گفت لیاقتتون بیشتر از اونام نیست. ولی دیگه نفهمیدیم شنیدن یا نه چون در حال رفتن و دور شدن بودن. ولی حرفی که مهسا هم زد حق بود. اون دوتایی که سوار ماشینشون شدن در مقابل ما هیچ بودن. من و مهسا و فاطمه هر ستامون از دبیرستان با هم بودیم و دانشگاه هم با هم دیگه قبول شدیم و این 2مین سالی بود که توی دانشگاه با هم دیگه میگذروندیم. توی همه این مدت هر ستامون با هم دیگه باشگاه میرفتیم و هیکلامون واقعاً 20 بود و هیچ عیب و ایرادی نداشت. از طرفی هم از لحاظ چهره و زیبایی ظاهرمون واقعاً هیچ کم نداشت. چشمای فاطمه و مهسا قهوه‌ای و درشت بود. موهاشونم خرمایی رنگ بود و پوستشونم سبزه بود و در کل جذابیت خاصی داشتن. ولی من برخلاف اونا موهام بور بود و چشمام رنگی. پوستم هم سفید. قد هر ستامونم تقریباً متوسط رو به بالا بود و اینطوری بود که از اول که وارد دانشگاه شدیم تقریباً همیشه در مرکز توجهات بودیم ولی برای خودمون هیچ اهمیتی نداشت چون میلی به هیچ ارتباط و دوستی حداقل تا سن 22-23 سالگی نداشتیم. بعد اینکه یه تیکه دیگه از راهو رفتیم به ماشین فاطمه رسیدیم و سوار شدیم و به سمت خونه ما به راه افتادیم. فاطمه منو رسوند و بعد از خداحافظی ازشون اونا به سمت خونه هاشون رفتن. من زنگ در رو زدم و منتظر موندم تا در باز بشه. 1-2 دقیقه بعد در باز شد و من وارد خونه شدم. از حیاط آپارتمانمون گذشتم و به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم. دکمه طبقه 2 رو فشار دادم و منتظر موندم تا آسانسور برسه. آسانسور که رسید در رو باز کردم و وارد راهرو شدم که دیدم در خونه رو باز گذاشتن. کفشامو در آوردم و رفتم داخل. یه سلام بلند کردم که دیدم کارگرمون اقدس خانم از توی آشپزخونه اومد بیرون و گفت وای ژیلا خانم یکم آرومتر باشین. مامانتون از سر کار اومدن و خستن. خوابیدن. منم خندیدم و رفتم جلو لپای قرمزشو کشیدم. گفتم هرس نخور اقدس خانم. مامانم بمبم به ترکه بیدار نمیشه. اقدس خانومم خندید و گفت خدا بیامرزه باباتونو. اونم همیشه همینو میگفت. با اومدن اسم بابام یکم ناراحت شدم و غم از دست دادنش دوباره روی دلم نشست. ولی سعی کردم به روم نیارم که اقدس خانوم ناراحت نشه. به خاطر همین بحث رو عوض کردم و پرسیدم نهار چی داری اقدس خانوم جون؟ اونم در جوابم گفت قیمه گذاشتم خانوم.
مامانتون که نخوردن و خوابیدن. برای شما بکشم؟ منم سرمو به منظور تایید تکون دادم و گفتم آره، تا لباسامو عوض میکنم و برمیگردم بکش تا بیام بخورم که دارم از گرسنگی میمیرم. اقدس خانم گفت چشم، برگردین، آماده است روی میز، چی دست غذاتون. منم در حالی که داشتم میرفتم سمت اتاقم گفتم ممنون. راهمو به سمت اتاق ادامه دادم. خونه ما قبل از فوت پدرم یه خونه ویلایی بزرگ بود توی منطقه لواسان تهران، ولی بعد اینکه پدرم فوت کرد و از طرفی خاطراتش توی خونه برامون بود، اون خونه رو فروختیم و یه واحد آپارتمان توی زعفرانیه خریدیم و بقیه پولمون رو هم یه باغ ویلا توی چالوس خریدیم تا تعطیلات رو اونجا بگذرونیم. در حال حاضر این آپارتمانی که توش زندگی می‌کردیم یه حال خیلی بزرگ داشت و یه آشپزخونه و 3 اتاق خواب که یکیش برای من بود، یکیش برای مادرم و یکیش هم برای مهمون و هر 3 تاشون هم مستر بودن. به اتاقم رسیدم و وارد اتاق شدم. کولمو انداختم پایین تخت و لباسامم در آوردم و سر جا لباسی گذاشتم. برای لحظه احساس خستگی خیلی زیادی کردم. به خاطر همونطوری که هنوز لباسی نپوشیده بودم خودمو انداختم داخل حمام و سریع یه دوش گرفتم. وقتی که قشنگ احساس کردم خستگیم از تنم در اومدم بیرون و لباس پوشیدم و بعد از اتاقم بیرون اومدم و رفتم سمت آشپزخونه. اقدس خانوم میزو چیده بود و خودش هم پشتش به در ورودی آشپزخونه بود و متوجه اومدنم نشد. منم رفتم نشستم سر میز و داشتم مشغول می شدم که اقدس خانوم برگشت و یهو با دیدنم یه جیغ زد. منم از جیغش ترسیدم و بشقابی که برداشته بودم از دستم افتاد زمین و خورد و خاکشیر شد. با پخش شدن صدای شکسته شدن در اتاق مامان باز شد و مامان با نگرانی از توی اتاق بیرون اومد و گفت چی شده؟ منم که توی شوک بودم یهو خندم گرفت و زدم زیر خنده. با صدای خنده من اقدس خانومم به خودش اومد و رنگش سرخ شد و گفت آخه ژیلا خانوم این چه کاریه؟ یه اهمی چیزی بعد بیاین داخل، من اینطوری زهره ترک نشم. مامانم که انگار فهمید قضیه چیه همراه من شد و زد زیر خنده. از گیجی در اومد و گفت اقدس خانوم مشکلی نداره، سخت نگیر عزیزم. اقدس خانومم که دید ما خیالمون راحته اونم با لپای گلیش خندید و رفت سمت جارو، اومد مشغول جمع کردن شیشه ها شد. مامانم کنار من سر میز نشست و مشغول خوردن ناهار شدیم. همینطوری که ناهار میخوردیم برای مامان جریان رفتن شمال رو با بچه ها تعریف کردم. اونم خوشحال شد که میرم و حال و هوام عوض میشه. ولی در ادامش گفت حالا که دارین این همه راه میرین الکی پول برای اجاره ویلا ندین. کلید ویلای خودمون رو ببرین و اونجا ساکن بشین. منم که خوشحال شده بودم از پیشنهاد مامان از جا پریدم و یه بوس به گونه‌اش زدم و تشکر کردم و با سرعت نسبتاً زیادی به سمت اتاقم رفتم تا این خبر رو به بچه ها هم بدم. رفتم توی اتاق و روی تخت ولو شدم. گوشیمو از زیر بالش در آوردم و رفتم توی تلگرام و گروهی که با بچه ها داشتیم و باز کردم و پیام دادم مژده‌گونی بدین. اونا هم هر دوشون همون لحظه آنلاین بودن و اومدن نوشتن چی شده؟ منم در جوابشون گفتم مامانم گفت میتونین برین ویلای خودمون. اونام که از این خبر خوشحال شده بودن کلی استیکر فرستادن و منم همراهیشون کردم و بعد بهشون گفتم که باید برم آماده شم تا برم باشگاه و ازشون خداحافظی کردم. گوشیمو بستم و از روی تخت بلند شدم. رفتم کیف باشگاهم آماده کردم و خودمم یه مانتو توسی کوتاه برداشتم با یه شلوار مام استایل. شال سفیدم و انداختم سرم و کیف و گوشیمو برداشتم و از اتاقم رفتم بیرون. بلند گفتم من دارم میرم باشگاه، همگی خداحافظ. وقتی که جمله‌ام تموم شد صدای اقدس خانوم و مامان همزمان با هم گفتن به سلامت دخترم. منم خندم گرفت از این هماهنگی و بعد رفتم سمت در و کفشامو پوشیدم و زدم بیرون از خونه.
با آسانسور رفتم پارکینگ و به سمت آذرای جیگری که بابام قبل از فوتش برام خریده بود رفتم و سویچو انداختم و نشستم و بعد روشن کردم و از پارکینگ خارج شدم و به سمت باشگاه روندم. در باشگاه پارک کردم و بعد پیاده شدنم کیفمو برداشتم و از پله‌های باشگاه رفتم پایین. وقتی که رسیدم مربی در لحظه اول چشمش بهم خورد و اومد سمتم. با خوشحالی با هم سلام و احوال کرد و منم دستشو به گرمی فشردم. بعد از اینکه یکم حرف زدیم رفتم سمت رختکن و لباسامو عوض کردم و بعد اینکه کارم تموم شد اومدم بیرون و رفتم روی تردمیل و نزدیک 10 دقیقه بدنمو گرم کردم و بعدش رفتم سراغ انجام برنامه ورزشیم. تقریباً 2 ساعت باشگاه بودم و بعد اینکه از تمام سر و کلم عرق میریخت و حسابی خسته شده بودم به سمت رختکن رفتم و بعد تعویض لباسام کیفمو برداشتم و اومدم از رختکن بیرون. از مربی و بچه‌ها خداحافظی کردم و بعدش از پله‌ها رفتم بالا که رسیدم به سمت ماشین رفتم و درشو باز کردم. نشستم و بعد روشن کردن ماشین به سرعت به سمت خونه روندم. چون داشتم از خستگی هلاک می شدم و دلم یه حموم آب گرم می خواست. نزدیکای خونه بودم که مامان به هم زنگ زد و گفت کجایی؟ کی برمیگردی؟ منم بهش گفتم تا 10 دقیقه دیگه خونم و بعد خداحافظی تلفن رو قطع کردم. به خونه که رسیدم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم. سوار آسانسور شدم و رفتم بالا. در خونه رو با کلید باز کردم. وارد که شدم همه چراغا خاموش بود. انگار که هیچکی خونه نبود. ولی به محض اینکه در رو بستم یهو همه چراغا روشن شد و دیدم فاطمه و مرسا و مامانم و اقدس خانم شروع کردن به دست زدن و خوندن شعر تولدت مبارک. مرسا هم همزمان برف شادی رو روی سرمون خالی می‌کرد و جیغ می‌زد و این بچه‌ها بالا و پایین می‌پرید. از این سورپرایز یهویی و غیر منتظره خیلی خوشحال شده بودم. آخه خودم به کلی یادم رفته بود و هیچ حضور ذهنی نسبت به روز تولدم نداشتم. با خوشحالی زیادی سمتشون رفتم و اول مهسا رو بغل کردم تا اینکه بیخیال برف شادی ریختن بشه و بعد اینکه چند ثانیه توی بغلش موندم به سمت مامانم و اقدس خانم و فاطمه رفتم و همشون رو بغل کردم و بعد اینکه تشکر کردم ازشون جدا شدم و به میزی که چیده بودن و کیکی که گرفته بودن نگاهی کردم. ذوق توی دلم بیشتر شد. یک کیک به رنگ قرمز و مشکی روی میز بود که روش نوشته شده بود ژیلا جون تولدت مبارک و یه شمع تاج پرنسسی هم روی کیک بود و روی پرده ها رو هم با ریسه های قرمز و مشکی که هم سن 21 سالگی رو نشون میداد هم به شکل حروف تولد بود تزیین کرده بودن و یه فضای خیلی قشنگ رو ساخته بودن و من هر لحظه که بیشتر توجه میکردم به دیزاین خاصشون بیشتر به خاطر داشتن همچین دوستا و خانواده‌ای خدا رو شکر میکردم. بعد این که ازشون اجازه گرفتم رفتم توی اتاق و اونا آهنگ گذاشتن و مشغول رقصیدن شدن. منم لباسامو در آوردم و بعد خودمو انداختم توی حمام و یه دوش سریع گرفتم و بعد اومدم بیرون و یکم موهامو با سشوار خشک کردم و همینطوری دور خودم رهاشون کردم و یه جین مشکی با یه تاپ دکولته قرمز پوشیدم و بعد کفشای رو فرشی قرمزم هم پام کردم و یه آرایش ملیح هم روی صورتم نشوندم و بعد از اتاق اومدم بیرون. به جمع فاطمه و مهسا پیوستم که مشغول رقصیدن بودن. وقتی شروع کردم به رقصیدن کف زدنای اقدس خانم و مامانم شدت بیشتری گرفت. نزدیکای 45 دقیقه میرقصیدیم و بعد همه آروم شدن و رفتیم سمت میز کیک. بعد خوندن شعر تولدت مبارک آرزو کردم که اتفاقات خوبی برام بیفته و بعد شمع فوت کردم و کیکو بریدیم. بعد بریدن کیک همه نشستیم و مشغول خوردن کیک شدیم و بعد مهسا گفت خب حالا وقت باز کردن کادوهاست و بعد بلند شد و
یه جعبه کادو که تقریباً کوچیک بود رو از روی میز برداشت و داد دستم و گفت از طرف من برای ژیلای عزیزم. منم بلند شدم و بغلش کردم و بعد که جدا شدیم همه با هم دست می زدن و شعر می خوندن تا بازش کنم. منم کاغذ کادوشو پاره کردم و بعد یه جعبه سرمه‌ای از توی کاغذ کادو در اومد. وقتی که در جعبه رو باز کردم دیدم یه ساعت طلایی از برند کاسیو داخل جعبه است. با دیدن اون حجم از جذابیت جیغ نسبتاً بلندی زدم و دوباره مهسا رو بغل کردم و ازش تشکر کردم. بعد جدا شدیم و در جعبه رو بستم و گذاشتم روی میز و بعد رفتم سراغ جعبه‌ای که بزرگتر بود که دوباره مهسا گفت خب اینم یه کادو خیلی بزرگ از طرف فاطمه جون. فاطمه از جاش بلند شد و اومد سمتم و بغلم کرد. منم بعد اینکه رفت کنار جعبه کادو رو باز کردم و دیدم یه ست کامل لوازم آرایشی با یه عروسک داخلشه. از دیدن اونام خیلی ذوق کردم و بعد دوباره از فاطمه تشکر کردم و وقتی رومو برگردوندم مامانم بلند شد و با یه جعبه سرمه‌ای تخت اومد سمتم و گفت تولدت مبارک بشه عزیزم. امیدوارم به شادی استفاده کنی. بعد جعبه رو داد دستم. منم ازش تشکر کردم و در جعبه رو باز کردم. با باز شدن در جعبه درخشندگی زیاد ستی که داخلش بود برای یه لحظه چشممو زد. یه ست انگشتر و گوشواره و گردنبند و دستبند بلریان داخل جعبه بود که در ظریف‌ترین حالت ممکن با گلای ریز الماس کار شده بود و خیلی خیلی خوشگل بود. مهسا و فاطمه و اقدس خانم هم عین من از دیدن کادوی مامان دهنشون کف کرده بود و با دقت به ظرافت خاصش نگاه می‌کردن. جعبه رو همونطوری که درش باز بود گذاشتم روی میز و بعد رفتم سمت مامان و بغلش کردم. ازش تشکر کردم و بعد اینکه یکم توی بغلش بودم اومدم بیرون. دوباره از همه بابت همه زحمتایی که کشیده بودن تشکر کردم. نزدیکی 2-3 ساعت بعد از باز کردن کادوها اقدس خانم میز شامو چید و همگی رفتیم سر میز شام و بعد از خوردن غذاهای رنگارنگی که اقدس خانم زحمتشو کشیده بود و درست کرده بود انقدر سیر شده بودیم که نای تکون خوردن و حرکت نداشتیم. چند دقیقه بعد شام مهسا و فاطمه بلند شدن و بعد اینکه ازمون خداحافظی کردن رفتن. من و مامانم هم بعد اینکه یکم کمک اقدس خانم کردیم رفتیم توی اتاقامون. وقتی رفتم توی اتاق لباسامو با لباس راحتی عوض کردم و بعد روی تخت ولو شدم. گوشیمو دستم گرفتم و به عکسایی که گرفته بودیم نگاه میکردم. یه چند تاییش که از نظر خودم خیلی خوب شده بودن رو انتخاب کردم و بعد یه ادیت ریزی زدم و داخل اینستاگرام پستشون کردم و بعدم گوشیو خاموش کردم و خوابیدم. یه هفته از روز تولدم گذشت و صبح روز سه‌شنبه بود که من و مهسا و فاطمه دانشگاه بودیم و روز آخری بود که قبل از شروع امتحانا میرفتیم دانشگاه. کلاس که تموم شد اومدیم بیرون و وقتی به محوطه دانشگاه رسیدیم یه نفس راحت کشیدیم و یهو مهسا هیجانی شد و بالا و پایین پرید و گفت آخ جون امروز میریم شمال. من و فاطمه هم که یادمون اومد ذوق کردیم ولی نه به اندازه مهسا و بعد سعی کردیم آرومش کنیم چون کل بچه‌های دانشکده برگشته بودن سمت ما و داشتن ما رو نگاه میکردن و قشنگ مشخص بود توی ذهنشون میگذره که میگن اینا چه دیوونه هایی هستن دیگه. بعد اینکه مهسا آروم گرفت همگی به سمت پارکینگ راه افتادیم و به سمت ماشین خوشگلم رفتیم. سوار شدیم و بعد راه افتادیم و از پارکینگ بیرون اومدیم. مهسا گفت اول منو برسونین چون من آماده کردن وسایلام بیشتر از شماها طول میکشه. منم گفتم باشه به سمت خونه مهسا روندم. بعد اینکه مهسا رو رسوندیم رفتم سمت خونه فاطمه و اونو رسوندم. بعد خودم رفتم سمت یکی از پاساژایی که همیشه ازش خرید میکنم. ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و
با آسانسور رفتم داخل پاساژ. اول سمت یک مانتو فروشی که همیشه ازش خرید میکنم رفتم و چند تا مانتو با رنگای مختلف و مدلای مختلف خریدم. بعد اومدم بیرون و رفتم سمت فروشگاه لباسزیر برای اینکه میخواستیم بریم شمال و به مایو و لباسزیر نیاز داشتم و چیزایی که لازم داشتم و به فروشنده گفتم تا بیاره و اونم مدلای مختلف و رنگای مختلف آورد. و از اونجایی که من هیکلم عالی بود نسبتاً بازترین مدل‌های مایو و جذابترین ست‌های لباسزیر رو انتخاب کردم در رنگای شاد مثل قرمز و بنفش و لیمویی. بعد که از این قسمتم راضی شدم رفتم کفش فروشی و 2 جفت کفش اسپورت و 1 جفت صندل برای کنار ساحل خریدم و بعد با کلی پلاستیک توی دستم رفتم سمت آسانسور و سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو فشار دادم. 1 دقیقه بعد آسانسور رسید و من توی پارکینگ بودم. پیاده شدم رفتم سمت ماشین و صندوق عقب رو باز کردم و همه خریدامو گذاشتم توی صندوق. بعد درشو بستم و رفتم نشستم داخل ماشین. روندم و از پارکینگ پیاده شدم و 20 دقیقه بعد من رسیده بودم به خونه. ماشینو گذاشتم دم در و پیاده شدم و بعد پلاستیکا رو از صندوق برداشتم و رفتم سمت در. زنگ آیفون رو که زدم 1 دقیقه بعد در با صدای تیکی باز شد. رفتم داخل و در رو با پام بستم. رفتم سمت آسانسور که برم بالا. دیدم در رو آسانسور نوشته شده لطفاً از پله ها استفاده کنید. با دیدن این اعلامیه انگار دنیا روی سر من خراب شد. آخه کلی پلاستیک دستم بود و باید تا طبقه آخر میرفتم ولی چاره‌ای نبود. در راه پله رو باز کردم و آروم آروم به راه افتادم و از پله ها رفتم بالا. نزدیک 10 دقیقه طول کشید تا با کلی خستگی رسیدم طبقه خودمون. دیدم اقدس خانم دم در منتظره. با دیدنم گفت کجا موندی دختر؟ منم یه نفس عمیق کشیدم و با صدای زیاد دادمش بیرون و گفتم آسانسور خراب شده بود. تا رسیدم اینجا پاره شدم. اقدس خانومم که حال زارم و دید گفت الهی بگردم دخترم، بیا بده پلاستیکا رو به من میذارم تو اتاقت. تو برو یه آبی به دست و صورتت بزن و بعد شربت درست کردم توی یخچاله. ازش بخور تا حالت جا بیاد. منم تشکر کردم و پلاستیکا رو دادم دستش و بعد خودم و کفشامو در آوردم و رفتم توی خونه. بعد هم رفتم سمت آشپزخونه. پای سینک واسطادم و شیر آبو باز کردم و یه آبی به دست و صورتم زدم و بعد یه لیوان برداشتم و رفتم سمت یخچال و درشو باز کردم. پارچه شربت رو برداشتم و یه لیوان شربت ریختم و پارچو گذاشتم توی یخچال و در رو بستم. بعد لیوان شربت رو یه نفس سر کشیدم. با این کار انگار یه جون تازه دوباره خدا بهم داد. توی همین حال اقدس خانومم که رفته بود پلاستیکا رو گذاشته بود توی اتاق اومد توی آشپزخونه و گفت بهتری دخترم؟ منم رفتم جلو لپشو بوسیدم و گفتم آره اقدس جون عالیم. اونم گفت خدا رو شکر. در حال حرف زدن بودیم که مامانم از اتاق اومد بیرون و اومد نزدیک ما و سلام داد. احوال پرسی کرد و منم جوابشو دادم. بعد مامان پرسید امروز میرین شمال؟ منم گفتم آره الان میرم که چمدونمونو ببندم و بعد دوش بگیرم و بعد برم دنبال بچه ها تا راه بیافتیم. مامانم گفت به سلامتی باشه. مراقب خودتون خیلی خیلی باشین. کلید ویلا رو هم از اقدس خانوم یادت نره بگیری. منم رفتم لپشو بوسیدم و گفتم نه یادم نمیره چشم مراقب هستیم. امر دیگه ای. مامانم در جوابم گفت چیزی دیگه ای نیست. تو که داری میری همون ممکنه دیگه همون نبینیم. من دارم میرم با دوستان بیرون. قرار دارم برای نهار. منم گفتم باشه خوش بگذره. بعدم بغلش کردم و خداحافظی کردیم. مامان رفت و منم رفتم سمت اتاق و در رو باز کردم و رفتم داخل. در رو پشت سرم بستم و بعد نیمی از لباسامو این مقنعه و مانتو رو در آوردم و
انداختم روی تخت و بعد رفتم سمت کمد و چمدون رو بیرون کشیدم و گذاشتم روی تخت. لباسایی که تازه گرفته بودم و همراه تمام چیزهایی که لازم داشتم گذاشتم داخل چمدون و بعد اینکه برای آخرین بار همه چی رو چک کردم در چمدون رو بستم. از روی تخت آوردمش پایین و گذاشتمش کنار دیوار. بعد لباسامو در آوردم و همراه باقی لباسایی که کثیف بود گذاشتم توی رخت چرکا و رفتم توی حموم. نزدیک 2 ساعت توی حموم بودم و کلی تمیزکاری کردم. بعد که قشنگ حس کردم کافیه اومدم از حموم بیرون و با حوله روی صندلی میز آرایشم نشستم و مشغول خشک کردن موهام شدم. بعد اینکه یکم نمشون گرفته شد همشونو پشت سرم بافتم و بلند شدم. حوله رو از دورم باز کردم و یه ست لباس زیر مشکی پوشیدم و بعد یه شلوار جین قد 90 مشکی و یه تاپ سفید پوشیدم تا بعد مانتو جلو بازم که تا نصفه های رونم می اومد و رنگ سفیدی داشت و توش حالت آبرنگی رنگ مشکی هم بود همراهش بپوشم. کفشای اسپورت مشکیمم از توی کمد در آوردم تا پام کنم که موقعی رانندگی پاهام اذیت نشن و بعد اینکه یکم در حدی که زیاد تو چشم نباشه آرایش کردم از اتاق رفتم بیرون و رفتم سمت آشپزخونه. وقتی رفتم داخل دیدم اقدس خانوم میزو چید و منتظر منه تا با همدیگه ناهار بخوریم. بعد دیدن من گفت الان میخواستم صدات کنم دخترم بیا بشین. گفتم تشکر میکنم ازت و نشستم پشت میز و مشغول خوردن ناهار شدیم. بعد اینکه احساس سیری کردم کنار کشیدم و بلند شدم تا برگردم توی اتاقم که آماده بشم. اقدس خانوم گفت دخترم برای داخل راهتون یه سبد خوراکی و چای آماده کردم. یادت نره از دم در برش داری. منم ازش تشکر کردم و راهمو به سمت اتاق به پیش گرفتم. مانتومو از سوی اتاق برداشتم و تنم کردم و شالمم سرم انداختم و دسته چمدونمو گرفتم و بعد اینکه گوشیمو برداشتم یه دور دیگه همه چی رو چک کردم. از اتاق بیرون اومدم و چراغو خاموش کردم. رفتم سمت در هال و سبدی که اقدس خانوم آماده کرده بود و با چمدون دم در گذاشتم و بعد برگشتم و رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم. اقدس خانومو بغل کردم و ازش خداحافظی کردم. بعد از خونه زدم بیرون و درو بستم. دسته چمدونمو گرفتم و سبدمو برداشتم و رفتم سمت راه پله. باز دوباره نزدیکی 15 دقیقه با پله ها درگیر بودم تا رسیدم پایین. رفتم سمت ماشینم و چمدونم رو گذاشتم توی صندوق و سبدم روی صندلی عقب. بعد نشستم توی ماشین و زنگ زدم به مهسا و فاطمه تا آماده بشن و بعد رفتم سمت خونه هاشون و راه افتادم. اول رفتم سراغ فاطمه و بعد هم مهسا. وقتی مهسا نشست توی ماشین انگار زلزله اومد. از بس که ذوق زده بود و هی وول میخورد. به زور تونستیم آرومش کنیم و ازش بخوایم ذوقشو کنترل کنه تا کاری دستمون نده. بعد اینکه بچه‌ها سوار شدن رفتیم به سوپرمارکت و کلی خرت و پرت خریدیم و بعدم به سمت چالوس به راه افتادیم. نزدیکی 3 ساعت توی راه بودیم و خدا رو شکر جاده زیادی شلوغ نبود و اینکه دیر رسیدیم هم به خاطر مهسا بود. از بس هی وسط راه میگفت من دستشویی دارم. اما بالاخره رسیدیم و رفتیم سمت ویلا. وقتی رسیدیم به در ویلا پیاده شدم و کلید انداختم. در رو باز کردم و دوباره برگشتم توی ماشین و ماشین به داخل حیاط روندم. یه گوشه از حیاط پارک کردم و پیاده شدیم همگی. فاطمه رفت تا در ویلا رو ببند و من و مهسا هم وسایلا و چمدونا رو از توی صندوق برداشتیم و رفتیم سمت خونه. ویلا اینطوری بود که یه حیاط داشت پر از درختای میوه که هر هفته یه بار باغبونمون میومد و بهشون میرسید. وسطش هم سنگ فرش شده بود. یه آبنما هم وسط حیاط قرار داشت و بعد مقابل آبنما پله های ورودی خونه بود. یه خونه دوبلکس با نمای آجر سفید که سبک مدرن و جذابی داشت. رفتیم از پله ها بالا در خونه رو باز کردیم. رفتیم داخل.
وقتی از در خونه وارد می شدی سمت راست راه پله بود به طبقه بالا و اتاق خوابا و مقابلت هم راهروی پذیرایی بود. سمت چپت هم راهروی آشپزخونه. یه حموم و دستشویی هم توی این طبقه کار شده بود. با مهسا رفتیم سمت پله ها و وسایلا رو بردیم بالا و همون موقع فاطمه هم اومد کمک. طبقه بالا 4 تا اتاق داشت که هر 4 تاشون هم مستر بودن. ولی من و فاطمه و مهسا ترجیح دادیم برای اینکه تنها نباشیم همگی توی یک اتاق بمونیم و به خاطر همین بزرگترین اتاق رو انتخاب کردیم و وسایلا رو گذاشتیم داخلش. بعد اینکه چمدونا رو گذاشتیم توی اتاق، هر ستامون روی تخت توی اتاق در صورتی که هنوز لباسامون هم در نیاورده بودیم کنار هم ولو شدیم. همونطوری مشغول حرف زدن شدیم و راجع به اینکه قراره چه اتفاقهایی بیفته حرف میزدیم که مهسا گفت بچه‌ها به نظرتون ارتباط بین 2 تا دختر قشنگتر از ارتباط بین یه دختر پسر نیست؟ من و فاطمه زدیم زیر خنده و فکر کردیم شوخی میکنه، ولی اون زد به شونمون گفت مسخره ها، جدی میگم، نخندین. فاطمه هم که این واکنش دید خندش رو جمع کرد و با لحن خبیثانه‌ای گفت اگه اون دختر ژیلا باشه من که از خدامه. مهسا هم با این حرف فاطمه انگار حرف دلشو زدن. با صدای بلند گفت جون آره همینه. و بعد هر سه زدیم زیر خنده و من سعی کردم زیاد توی بحثشون شرکت نکنم چون نظری نداشتم راجبش. به خاطر همین بلند شدم و رفتم سمت چمدونم. بازش کردم و در یکی از کمدورا هم باز کردم و وسایلمو چیدم داخلش. و بعد یه دست لباس راحتی برداشتم و خواستم از اتاق برم بیرون که لباسامو عوض کنم که بچه‌ها گفتن نه باید همینجا عوض کنی و میخواستن جلومو بگیرن، اما تونستم از دستشون در برم و خودمو برسونم به یه اتاق دیگه و بعد در رو قفل کنم. این رفتاراشون برام عجیب شده بود، ولی خب دوست نداشتم تموم بشه. نمیدونم چرا، ولی انگار داشت خودمم خوشم میومد. آخه قبلا هم از این صحبت‌ها چندین بار شده بود و بچه‌ها سعی کرده بودن حالا به چه صورت شوخی چه جدی به هم نزدیک شن، ولی من هر بار از زیر دستشون در رفته بودم. ولی این سری انگار خودم هم داشتم وا میدادم. سعی کردم از توی فکر در بیام و بعد لباسامو عوض کردم. از اتاق رفتم بیرون و وقتی بیرون اومدم دیدم مهسا و فاطمه دم درن با صورتهای قرمز منتظر حملن به من که وضعیتشون رو قهوه‌ای کردم و پا به فرار گذاشتم. از پله‌ها دویدم و پایین اومدم. اونا هم پشت سرم بودن. وقتی رسیدیم پایین پله‌ها یک پله مونده بود که برگشتم پشت سرم رو نگاه کنم تا ببینم کجان که حواسم پرت شد و افتادم زمین. پام رفت زیرم و پیچ خورد. درد زیادی توی کل وجودم پیچید. بچه‌ها هم که این وضعیت رو دیدن سری خودشونو رسوندن بهم و کنارم زانو زدن و بغلم کردن. مهسا یک چیزایی از پیچ خوردگی و اینطور چیزا حالیش میشد. پامو دستش گرفت و به فاطمه گفت حواسمو پرت کن و بعد خودش مشغول بر رفتن با پام شد. فاطمه هم سعی میکرد با حرف زدن حواسمو پرت کنه. 1-2 دقیقه توی همون حالت بودم که یهو پام کشیده شد و بعد انگار دوباره برگشت سر جاش. مهسا پامو جا انداخته بود و من با این یهویی بودنش جون از تنم در رفت. خیلی حس بدی داشتم و درد زیادی رو تحمل می‌کردم، جوری که بی اراده اشک از چشمام میریخت. بعد اینکه مهسا کارشو کرد اومد بالای سرم و عین فاطمه بغلم کرد و بعد بلندم کردن و با کمکشون رفتم سمت مبل و نشستم روی مبل. مهسا هم رفت توی آشپزخونه تا یک پارچه گرم کنه و بیاره به پام ببنده. چند دقیقه گذشت و مهسا اومد و بعد اینکه با روغن زیتون یکم پامو ماساژ داد با دستمال گرم اونو بست و اومد کنارم نشست. دستشو گذاشت روی شونه هامو اشکامو پاک کرد و بعد گفت دیگه نبینم گریه کنی ها، تموم شد. تا چند ساعت دیگه خوب میشی. منم لبخند زدم و سرمو تکون دادم و ازش تشکر کردم.
اون شب به خاطر من توی خونه موندیم و با بچه‌ها فیلم دیدیم و خوراکی خوردیم و کلی گفتیم و خندیدیم. شبم کنار همدیگه پایین خوابیدیم تا من مجبور نشم از پله‌ها بالا برم. صبح روز بعد وقتی بیدار شدم دیدم که مهسا و فاطمه سر جاشون نیستن. از جام بلند شدم و دیدم میتونم به راحتی راه برم و مشکلی ندارم. دیگه پامم درد نمیکنه. خدا رو از این بابت شکر کردم و بعد دنبال فاطمه و مهسا دور خونه راه افتادم. و وقتی دیدم توی آشپزخونه نیستن اومدم تا برم طبقه بالا که دیدم دری که به سمت استخر زیر زمین میره کنار پله ها درش بازه. رفتم سمت در و بچه ها رو صدا زدم که صدای مهسا اومد. گفت سلام، صبحت بخیر، برو مایو بپوش بیا، ما توی استخریم، صبحونه رو هم آوردیم این پایین. منم عین خودش بلند داد زدم و گفتم باشه میام. بعد رفتم سمت پله ها و رفتم طبقه بالا. وارد اتاق شدم و سمت کمد رفتم. یکی از مایوهایی که تازه گرفته بودم که رنگ قرمز هم داشت و خیلی هم مدل جذابی داشت پوشیدمش و بعد موهامو بالای سرم بستم و خم شدم و دستمال دور پامو باز کردم. بعد از اتاق اومدم بیرون و از پله ها اومدم پایین و رفتم سمت طبقه پایین. به طبقه پایین که رسیدم راهرو رو که رد کردم دیدم بچه ها توی استخرن و دارن آب بازی میکنن و صداشون کل استخر رو برداشته. سلام بلندی کردم که متوجه اومدنم شدن و برگشتن سمتم و با هم دیگه گفتن جون خانم خوشگله، افتخار نمیدی بهمون؟ منم از رفتارشون خندم گرفت. رفتم سمت لبه های استخر و پامو گذاشتم داخل آب و کنار لبه استخر نشستم که بچه ها اومدن و منو یهو کشیدن توی آب. منم که جا خوردم از این حرکت جیغی زدم و افتادم توی آب و کلی آب رفت توی دهنم و دماغم. بعد اینکه 1 دقیقه زیر آب بودن و تحمل کردم فهمیدم چی شد و دست و بال زدم و اومدم بالا. سرمو از آب بیرون کردم و یه نفس عمیق کشیدم. دیدم فاطمه و مهسا دهنشونو عین کرگدن باز کردن و دارن میخندن. منم که هرسم گرفته بود رفتم سمتشون و با مشت زدم به بازوهاشون. گفتم اصلا قهرم باهاتون، الانم میرم بالا. بعد رفتم سمت پله های خروجی استخر رو رفتم بالا که اون دوتا هم دنبالن اومدن و داشتم میرفتم سمت پله های زیر زمین که مهسا زود خودشو رسون بهم و دستمو کشید و منم که انتظارشو نداشتم برگشتم و افتادم توی بغلش و اونم وقتی این حالتو دید انگار به مراد دلش رسیده بود. چشماش روی لبام چرخید و اون جرقه‌ای شد برای شروع یه ارتباط بین من و مهسا که بعدش فاطمه هم بهمون پیوست و اتفاقای خیلی نابی بینمون افتاد. جوری که هر ستامون نفهمیدیم چطوری از زیر زمین رفتیم طبقه بالا روی تخت ولو شدیم. وقتی به خودمون اومدیم ساعت 11 ظهر شده بود و از اونجایی که اصلاً حال نداشتیم غذا درست کنیم زنگ زدیم و از بیرون غذا سفارش دادیم و دوباره کنار همدیگه دراز کشیدیم. حرفی بینمون رد و بدل نمی شد و هر ستامون توی شوک اتفاقی که افتاده بود بودیم تا اینکه زنگ آیفون به صدا در اومد. فاطمه گفت که من میرم غذاها رو بیارم و بعد بلند شد و یه لباس هلهلکی پوشید و از اتاق رفت بیرون. وقتی فاطمه رفت مهسا به حرف اومد و گفت من هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق بیفته، ولی حالا که افتاده تا وقتی که استخونامون توی خاک بپوسه این اتفاق باید یک راز بین ما ستا بمونه. منم با یک اوهام خالی حرفشو تایید کردم و بعد بلند شدم و رفتم حمام. یه دوش چند دقیقه‌ای گرفتم و اومدم بیرون. دیگه چیزی برای روی گرفتن از مهسا و فاطمه نبود. به خاطر همین حولمو همونجا از دورم باز کردم و لباسامو پوشیدم. بعد رفتم پایین و توی آشپزخونه دیدم فاطمه غذاها رو روی میز گذاشته. بسته هاشونو باز کردم و همه رو مرتب توی بشقاب ریختم و چیدم روی میز. بعد چند دقیقه مهسا و فاطمه هم اومدن و کنار هم دور میز نشستیم و مشغول خوردن ناهار شدیم
طوری که انگار هیچ اتفاقی بینمون 1 ساعت قبل نیفتاده بود. از اون روز و اون اتفاق 3 روز گذشت و ما تمام اون 3 روزو خوش گذروندیم و اون خاطره رو هم دقیقاً این حرفی که مهسا زد تبدیل به یک راز کردیم که همه سعی می‌کردیم یه جوری ازش فرار کنیم. بعد گذشت اون 3 روز بالاخره باید برمیگشتیم تهران. به خاطر همین بعد نهار جمع کردیم و بعد از ظهر جمعه بود که داشتیم برمیگشتیم تهران و جاده چالوس خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد. و از طرفی هم من چون هنوز یک کوچولو پام درد میکرد نمیتونستم رانندگی کنم و مهسا پشت فرمون بود و فاطمه هم کنار دستش، منم عقب نشسته بودم. نزدیکی 1 ساعت بود که توی راه بودیم که یک جایی سربالایی بود و جاده خلوت شد. مهسا هم که از ترافیک بدش اومده بود گازشو گرفت و بدون توجه به روبرو از ماشین جلوییمون سبقت گرفت که یهو تنها چیزی که دیگه اون لحظه یادم مونده یه بنز نارنجیه که میومد توی حلقمون و من جیغ زدم و بعد دیگه هیچی نفهمیدم و نمیدونم چی شد که چشمام بسته شد و گرمی خون رو از سرم احساس کردم و همین. وقتی چشمامو باز کردم یک سقف سفید با یک نور زننده بالای سرم بودن. سعی میکردم تکون بخورم ولی هیچ حسی توی بدنم نداشتم. یکم که گذشت شنیدم یکی گفت بالاخره به هوش اومد. تعجب کردم. چی به هوش اومد؟ کی به هوش اومد؟ یکم که گذشت دیدم چند نفر با لباسای آبی و 1 نفر با روپوش سفید اومدن بالای سرم که فهمیدم دکتره. بعد کم کم تصاویر اومدن جلوی چشمم و فهمیدم جایی که چشمامو باز کردم بیمارستانه. و بعد آخرین تصویر قبل اینکه چشمام بسته شه، ماشین واژگون شدنمون. اینا که اومد جلوی چشمم بلند زدم زیر گریه ولی هرچی سعی میکردم خودمو تکون بدم بیفایده بود. دکترها و پرستارا سعی در آروم کردنم داشتم ولی با اینکه آروم شدنم سخت بود به خاطر اینکه بفهمم چی شده باید آروم میگرفتم. ازشون توضیح خواستم که داشتن از زیرش در میرفتن ولی از بس که جیغ زدم آخر رضایت دادن که بگن. همه ساکت شدن و دکتره دهن باز کرد. شما 3 ماه توی کمایین. 3 ماه پیش با ماشینتون توی جاده چالوس با 2 نفر دیگه که همراهتون بودن تصادف کردین و آسیب شدیدی دیدین. به طوری که ما احتمال قطع نخاع میدیم ولی باید بررسی‌های دقیق حالا که به هوش اومدین انجام بشه. بعد اینکه جمله‌شو گفت با تعجب گفتم 3 ماه؟ اونم با سر تایید کرد و بعد یهو یادم اومد خب دوستام چی؟ اونا چی شدن؟ با این حرفم همه سراشون پایین انداختن و جوابی ندادن. دوباره سوالمو تکرار کردم که خود دکتره گفت متاسفانه به رحمت خدا رفتند. با شنیدن این جمله انگار تمام دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد و همه چی برام نامفهوم شد. اسم مهسا و فاطمه رو زیر لب صدا می زدم و اشکام بی اختیار از گونه هام پایین می ریختن. ولی هی ثانیه ها می گذشت و انگار درک می کردم چی شده. شروع کردم به جیغ و داد کردن و تکون خوردن و زدن دکترها و پرستارا. دستام تکون می خورد ولی از کمر به پایین هیچ حسی نداشتم. اونام به زور منو گرفتن و به هم آرام بخش زدن. بعد چند دقیقه هی بدنم سست‌تر شد و بعد چشمام سنگین شد و در حالی که اسم مهسا و فاطمه رو تکرار می کردم به خواب عمیقی فرو رفتم. نمیدونم چقدر گذشت که چشمامو باز کردم و دوباره همون جای قبلی بودم و دوباره همه چی یادم اومد. این بار با صدای آرومتری زدم زیر گریه و عین ابر بهار خودمو خالی کردم. از اون روزی که به هوش اومدم 2 هفته گذشت و وقتی آزمایش انجام شد مشخص شد قطع نخاع رخ نداد و حرکت نکردن پاهام به خاطر ضربه هاست و باید دوباره عین یک بچه نوپا راه رفتن رو یاد بگیرم و بقیه آسیب دیدگی هم طی مدتی که بیهوش بودم خوب شده بود. ولی با وجود همه اینا درد نبودن مهسا و فاطمه
هر لحظه به وجودم تزریق میشد و تمام جونم رو ازم میگرفت و نمیذاشت فکر کنم که اوضاع عادیه. اون روزا با مراقبت‌های زیاد گذشت و اقدس خانوم و مامانم همش بالای سرم بودن. منم 1 ماه بعد به هوش اومدنم، بعد اینکه تونستم راه برم و دیگه مشکلی نداشتم، ترخیص شدم. روزی که ترخیص شدم از مامان خواستم تا منو ببره سر خاک مهسا و فاطمه و به همین خاطر قبل رفتن به خونه با هم رفتیم بهشت زهرا و مامان منو برد سر خاک مهسا و فاطمه. منم کنار قبرشون روی زمین نشستم و شروع به گریه کردم و از درد نبودنشون گفتم. مامانم سعی میکرد آرومم کنه ولی ازش خواستم بره تو ماشین. اونم رفت توی ماشین و من بعد 20 دقیقه که یکم باهاشون حرف زدم بهشون گفتم راز ما همیشه راز ما میمونه، حتی اگه استخونامونم پوسیده بشه. و بعد بوسه‌ای به قبر هر دوشون زدم و بلند شدم و رفتم. 1 سال از همه اون ماجراها میگذره و بعد اون من هر روز بیشتر اذیت میشدم، ولی سعی کردم خودم رو وفق بدم و باهاشون کنار بیام، چون دیگه هیچ چیزی قابل تغییر نبود و همه چی تموم شده بود و حالا من فقط باید با خاطرات و راز بزرگمون زندگی میکردم. حیف که روزهای خوب زود تموم میشن و آدمایی که دوستشون داریم زود از پیشمون میرن. من بیشتر کسایی که دوستشون داشتم از پیشم رفته بودن. من که سعی کردم، ولی اینو به شما میگم که قدر آدمایی که دوستشون دارین رو بدونین، چون اگه از پیشتون برن بدون هیچ مقدمه‌ای میرن. مرسی که گوش کردین. حرفی چیزی داشتین میام و کامنت ها رو میخونم.